باید ایمان داشته باشی. راهی جز ایمان و اعتقاد نداری. اعتقاد اگه نداشته باشی، حالا چه خدا، چه پیغمبر، چه امام حسین، چه کوروش، هر کی، باید اعتقاد داشته باشی، ایمان داشته باشی به یک چیزی، و الا زندگی رو باختی. چرا باختی زندگی را؟ چون تو اعتقاد به خدا و امام زمان اگه داشته باشی، صبح تا صبح با خدای خودت حرف میزنی، با امام زمان حرف میزنی، درخواست میکنی. اعتقاد به خدا و امام زمان بهترین نوع اعتقاده. شاید فکر کنی اطرافت شلوغه، پدر، مادر، برادر، فلان، ولی زمان که بگذره میفهمی که تو به غیر از خودت هیچ کسو نداری. پس اعتقاد داشته باش و یه نفر را برای همیشه داشته باش. کی بهتر از خدا و امام زمان؟